سال خانشی 2021-2022 به فاکولتeti مشترک دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان اولین مراتب قبولی دانشجویان آغاز شد و در این مدتی کوتاه دانشجویان این فاکولتت به یک قطار دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. در این باره رکتور دانشگاه حامد هاشمزاده در نشست مطبوعاتی به نمایندگان وسایط اخبار عامه اطلاع داد. بنا به معلومات او امروز در شعبه‌های روزانه و غایبانه این فاکولتت همگی 330 نفر محصلین از روی 3 اختصاص مالیه و قرض، کار بانکی، به حسابگیری، محاسبه، تحلیل و اودیت تحصیل می‌نمایند. 3 اختصاص‌های دیگر اختصاص‌های تامین برنامه‌ای، یعنی تکنولوژی اطلاعاتی است، مهندسی برنامه‌ساز، IT تکنولوژی و امنیت اطلاعاتی است که این اختصاص هم است در تفاوت زمان همچنین اختصاص‌های طبیعی تکنیکی روانه کرده شده است. دیگر اختصاص سیاست و اداره دولتی است که ما گفته می‌توانیم که امروز بسیار خدمت‌کنندگان ما در وظیفه‌های اداره دولتی کار و فعالیت نموده ایستادند. باید گفت که فاکولتeti مشترک طبق شرطنامه مشترک تحصیلاتی با دانشگاه دولتی اقتصادی تاشکند فعالیت می‌کند. در فاکولتeti مذکور جریان تحصیل از جانب آموزگاران دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و دانشگاه دولتی اقتصادی تاشکند عملی گردانیده می شود. در گروه‌های اکادمیکی تحصیل با زبان روسی نیز به راه مانده شده است. از جمهوری ازبکستان، جمهوری کره، از جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و قزاقستان دانشجویان خارجی در دانشگاه تحصیل می‌نمایند و اختصاص‌های اساساً انتخاب نموده آنها گروه‌های تحصیل با زبان انگلیسی است. ما امروز از روی 11 اختصاص گروه‌های تحصیل با زبان انگلیسی داریم که اصلا اختصاص‌های مناسبت‌های بین‌المللی، حقوق بین‌المللی، مالیه و قرض و تامین زبانی رابطه‌های بین فرهنگی است که با زبان‌های ایتالیایی، انگلیسی، آلمانی، عربی تحصیل داده می‌شود. باید قید کرد که برنامه‌های مشترک تحصیلاتی طلبات زمانی معاصر بوده در دولت‌های مترقی هر یک دانشگاه تا 20 برنامه تحصیلاتی را عملی می‌سازد. دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان نیز نقشه دورنمای همکاری با دولت‌های خارجی دور و نزدیک، فدراسیون روسیه، جمهوری مردمی خیتای، قزاقستان را ترتیب داده نیت دارد دایره اختصاص‌های مشترک را باز هم وسیع کند. در ادامه اطلاع داده شد که دانشجویان فاکولتeti مشترک دانشگاه بعد ختم صاحب 2 دیپلم می‌شوند، یعنی ادامه تحصیل را در ازبکستان گذرانده دیپلم هم تاجیکستان و هم ازبکستان را صاحب می‌شوند. فرزانه شمسی و پرس تیجی، شهر خوجند.